مهیمن در زبان پارسی به محافظ و نگاهبان تمام هستی و یا نگهبان کامل یا مشرف، گواه به راستی، گواه به حقیقت، محافظ و نگهبان، شاهد بر غایب و حاضر ترجمه و معنی شده. و جالب این که در آخر معنی این واژه بیان شده که مهیمن یکی از صفات خداوند هستش به همه معانی. بذارید چند تا مثال هم بزنم. مثلا میگیم خداوند مهیمن زمین است. یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند از تمام اتفاقات ممکن در کل کهکشان‌ها و تمام جهان هستی خبر داره و برای مثال میتونه بین تمام این حوادث و بلاهای آسمانی مثل بارش‌های شهابی بزرگ و برخوردهای عظیم سیاره‌ای و ستاره‌ای که هر کدومشون میتونن کره زمین رو برای همیشه نابود کنن، کره خاکی ما رو میلیاردها سال با تمام منابع تموم نشدنیش برای زندگی انسانها در امان نگه داره. میدونید که آخرین برخورد شهاب سنگی بزرگ با کره زمین تونسته نسل دایناسورها رو برای همیشه منقرض کنه. و یا مهیمن با دونستن میزان گرمای لازم و مورد نیاز، فاصله کره زمین با خورشید رو درست در نقطه‌ای از این منظومه قرار میده که زندگی این همه موجود زنده رو بعد از خلق و به وجود آوردنشون حفظ بکنه و حتی مداری رو برای گردش زمین به دور خورشید تعیین کنه که با محاسبات سازمانی مثل ناسا زمین تا مدت‌های خیلی زیادی با هیچ کدوم از اجرام آسمانی برخورد نمی‌کنه. اصلا با هیچ کدوم هم مدار یا هم مسیر نمیشه. خداوند در آیه 23 سوره حشر خودش رو اینجوری معرفی کرده و فرموده که او خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب و نقصی منزه است، به کسی ستم نمی کند، بلکه در درون امنیت ایجاد می کند و در بیرون مراقب همه چیز می باشد. یا همون مهیمن است، قدرتمند و شکست ناپذیر و دارای نفوذ در هر کار و در هر چیزی. شایستگی پرورش می دهد، بسیار با عظمت است و خداوند منزه است از آنچه شریک برای او قرار می دهند. و جالبه که تنها باری که به غیر از این مورد توی قرآن از صفت مهیمن خداوند استفاده شده فقط جایی هستش که خداوند در مورد در ارتباط بودن و یکسان بودن هدایت الهی در تمام کتاب‌های آسمانی حرف به میون میاره و میفرماید که هیچ فرقی در اصل و اساس هیچ کدوم از آموزه‌های الهی وجود نداره و این کتاب‌ها همدیگر رو تأیید میکنن که این آیه 48 سوره مائده هستش و اینجوری بیان شده که این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتاب‌های قبلی را تصدیق می‌کند و حافظ و نگاهبان آنها، یعنی همون مهیمن، بر آنها نیز میباشد. یعنی زمانی که خداوند میخواد از صفت مهیمن خودش تعریف کنه داره از ارتباط بین تمام کتاب‌های آسمانی و یک ماندگاری هزاران ساله صحبت میکنه، مثل قرآن، انجیل، تورات، زبور. بذارید بازم مثال بزنم. مثلا خداوند با صفت مهیمن خودش اگه قرار باشه به تو کمک بکنه، تو رو نه تنها از اون دریا با تمام خطرات احتمالیش نجات میده، بلکه تو دل دشمنت تو رو تو ناز و نعمت بزرگت میکنه تا بتونی رسالت شخصی تو به سرانجام برسونی و بشی موسی.